بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. خوشحالیم که امروز خدمت شما هستیم و توفیقی شد که ما خیلی وقت بود که دوست داشتیم یه همچین جمعی رو داشته باشیم و یک سبکی از گفتگوهای حوزوی رو رقم بزنیم، سبکی که فضلای جوان حوزه درش مشارکت میکنن و جلسه به شکل خیلی رسمی اداره نمیشه. این هم که الان من صحبت میکنم فقط برای اینکه جلسه شروع بشه، دیگه ما موضوعی نداریم تو این جلسه. دور همی دوستانه‌ای هست به مناسبت تحلیل و نقد و بررسی پیام رهبر معظم انقلاب به همایش 100 سالگی باز تأسیس حوزه هست. خب پیام مفصلیشون داشتن و جا داره که تحلیل ها و نقد های بسیاری مطرح بشه و این یک شروعی هست برای ادامه مسیر انشاءالله. من فقط اول یه معرفی خیلی مختصری عرض کنم برای دوستانی که بعداً این ویدیو رو خواهند دید. خدمت از آقای عبداللهی هستیم، آقای سعید عبداللهی، مدیر گروه رصد و تحلیل اندیشکده زمانه. خب ما سال‌هاست از صدر میشناسیم و افتخار داریم، بزرگواری، خوشحالیم که خدمت شما هستیم. آقای محمد حسن جاویدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در عرصه مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، خوشحالیم خدمت شما هم هستیم. انشالله بحث خوبی داشته باشیم. و آقای رسول حسن زاده عزیز که توفیق آشنایی با حضرت علی هم سال‌هاست داریم و ایشون مدیر مؤسسه معوا مکتب اندیشه و امتداد هستن و در عرصه عرفان‌های نوظهور و مباحث عصر نو، درست گفتم، عصر نیو ایج، درسته، فعالیت کردن و کتاب‌هایی دارن. خب من فقط برای اینکه بحث شروع بشه یک سوال خیلی کلیشه‌ای رو در واقع عرض می‌کنم. هر کدوم از رفقا خواستن شروع کنن بحث رو با هم پیش ببریم. اون همین هست که دیروز که پیام قرائت شد، حالا نمیدونم شما مستقیم گوش میکردید، بعداً گوش کردید، حالا تیکه هایی رو دیدید، صوتش رو شنیدید. یه پادکستی هم ازش بیرون اومد که با هوش مصنوعی ساخته شده که البته بعضی کلمات هم درست نمیگفت. آقا خانم صحبت میکنن در مورد این پیام، با هم دیگه گفتگو میکنن. این خبرگزار حوزه هم دیدم زده حتی. حالا به هر حال هر مدلی که پیام رو دریافت کردید، میخوایم ببینیم اون بخشی از پیام که نظر شما رو جلب کرد، خیلی به دلتون چسبید، یا جزء مثلا پروژه های ذهنی و فکری شما بوده، دیدید از تا درست داره به اونجا اشاره میکنه و براتون گیرا و جالب بود، به نظرم اول این رو بفرمایید تا بعد دیگه تحلیل و نقد و بررسی هر چی که هست بشنویم و استفاده کنیم و همطور دور هم تختمتی. بله دکتر جاویدی بفرمایید. خواهش می‌کنم استفاده می‌کنم. دکتر سلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر میکنم از این دعوتی که کردید. این جمع اساتید اندیشمندی که خدمتشون رسیدیم باعث افتخاره. خیلی وقت بود آقای دکتر جاویدی رو زیارت نکرده بودیم. توفیق ما بود. از قبل از عید هم با یه حسن زاده تلفنی ما فقط صحبت کرده بودیم. دیگه بعد از امسال یک سالی بود ندیدیم رو. بله توفیق شد که امروز حضوری خدمتشون برسیم. ببینید بزرگواران، به نظر من یکی از نکات برجسته این پیام حضرت آقا تأکیدی داشتن روی پذیرش جوانها و باور به این که این جوانها رو باید قبول داشت، رفت و سمتشون، مثبت بهشون نگاه کرد. اینها تو دایره دینن. ما همش داریم توی رسانه ها میشنویم که نسل زد دیگه رها شد، دیگه قیام کرد علیه باورها، ارزشها، سنتها و دیگه نسل آلفا بیاد دیگه به اینها هیچ توجهی نخواهد کرد. در حالی که ما برعکس داریم میبینیم که این نسل یک نسلیه که خیلی بهتر از ما ولی با خصوصیات خودش، فرزند زمان خیشتن باید بود، متناسب با حالا ارزش‌های زمان و غیره، داره طوری خودش رو تنظیم میکنه با اصول و فروع ارزش‌های دینی که ما شاهد این هستیم که رویش جدیدی از جوانها داره جوانه میزنه و تأکیدی هم که حضرت آقا هم در دیروز داشتن در این بیانیه و هم در قبل
و همیشه به ما تاکید میکنن که این نسل دهه 80 ها رو چه امیدی بهشون دارن و اینها هستن که انقلاب رو ادامه میدن و این توجه ماست، توجه دادن ماست به سمت اینکه گراییه که آقا دارن میفرماین برین به سمت جوانها رو به صرف اینکه لباسشون با ما متفاوته، نوع بیانشون، کلماتشون با ما متفاوت میشه، یا ما فکر میکنیم که در این جاهای لنگ میزنن دیگه، دینداریشون لنگ میزنن. این دلیل نمیشه که از دایره دینداری بخوان خارج بشن و پذیرش اینها، رفتن به سمتشون، نگاه مثبت داشتن و برنامه ریزی کردن برای این نسل آینده ما رو تضمین میکنه. یعنی شما نمیتونی از کسی که دیگه حیاش ریخته، خیلی از مشکلات رو بالاخره باش روبرو شده و نوع سبک زندگی خودش رو، شخصیتش رو شکل داده، حالا بری او رو بخواد جهتش رو تغییر بده. اما نوجوانها و جوانهای ما، اونها درختها و نهالهایی هستند که آماده رشدن، آماده جهت دادنن، مثل همون شاخه درختی که هنوز سفت نشده و همونطور که آقا امیرالمؤمنین میفرمایند که در نامه سیاهی که نهج البلاغه و آقای امام حسن مجتبی که میفرمایند که من تا قبل از اینکه تو برسی به سن جوانی و اینها و دل تو و مزرعه دل تو آماده کشت بود، من تلاش کردم که تو رو تربیت بکنم در این زمینه ها. توجه دادن حضرت آقا به این نوع نگاه به جوانها به نظر من نقطه عطفی در این موضوع هست که ما روحانیون و طلبه ها دقت داشته باشیم به مخاطب شناسی عصر جدیدمون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از سرور بزرگوارم حضاری بزرگوار و این فرصتی که فراهم کردن، دعوت کردن محضر اساتید بزرگوارمون جناب آقای عبداللهی عزیز، آقای دکتر جاویدی عزیز رسیدیم و این گفتگوی بسیار مهم شرکت کردیم. حالا اون چیزی که در مواجهه اول من با این حالا بیانیه یا حالا تعابیر دیگری که امروز در موردش گفته میشه منشور، ما علاقه داریم که چون اون خاطره خوبی که از منشور امام رحمت الله علیه داریم این به عنوان منشور دوم باشه. حالا در مورد این ماهیت این من خیلی اینو شبیه به بیانیه گام دوم دیدم و همونطوری که خود حضرت آقا هم تو اون فرمایشاتشون در 1/3/98 برای جوانان این بیانیه رو شرح میدن و تفسیر میکنن، اون عناصر بیانیه گام دوم رو ما اینجا میبینیم. خود ایشون در یک نظم و انسجامی این بیانیه تدوین شده، همون نظم و انسجامی که در بیانیه گام دوم هست اینجا هم اتفاق افتاده. اون عظمت حادثه‌ای که انقلاب اسلامی است، عظمتی که حوزه تأسیس میشه، در چه دورانی تأسیس شده، در دوران خفقان و دورانی که داره دین در جاهای مختلف سرکوب میشه و حرکت‌های دینی سرکوب شده، اینجا ما میبینیم یه چنین اتفاقی میفته. اون عظمت راه طی شده و مسیری که اومدیم، نقش جوانان و آقا اینجا تعابیر جدیدی داشتن و به فرموده سرور عزیزم این نقش جوانان، این فقهای تازه نفس، این تعبیر خیلی تعبیر جذاب و جالب و بدیعیه که این فقهای تازه نفس داره اون نگاهی میکنه که آقا این ادامه راه اگر بخواهد حوزه در افق پیش رو قدمی برداره باید و به این مسئله ها، چون اون دلیل مرکزی و محوری این بیانیه اینه که حوزه بیاد با این تحولات عصری بتونه همسو بشه و بتونه به اینها پاسخگو بشه. این نیازمند کی هستش؟ نیازمند اون فقهای تازه نفسی هستش که بیاند و این مسیر رو پیش ببرن. من به همین خاطر سنخ و ماهیت این به نظر من بیانیه دیدنی، مطالعه کردنی، یه بار هارمونی این نظم و نظام و منطقی که اصلا داره. من اعتقاد دارم که خود این منطق که حضرت آقا یه سیری شروع میکنه، یه بار یه نگاه تاریخی داره به موضوع،
بعد از این نگاه تاریخی شیفت میکنه به اون مفهوم خود حوزه، معنای خود حوزه و بسیاری از مشکلات امروز ما که در مورد حوزه داره اتفاق میفته، موانعی که سر راه تحول حوزه هستش، ایشون میفرماید چون تعاریف نارساست، تعاریف درست نیست، چون نگاه تحویل گرایانه در حوزه است. حوزه رو بردن علم برای علم. حوزه علم بخونیم، اون قدری که حضرت آقا دیگه دادش اینجا بلند میشه و اونجایی که میگه بله تشر اخلاقی میزنه، علم برای اظهار فضل، برای سمعه و اظهار فضل، و این دیگه خیلی چیزه. یعنی اینجا این نگاه که اتفاق میفته، تعریف و ماهیت حوزه رو در 5 محور بیان میکنن. همین 5 محور رو از اجمال به تفصیل دوباره مطرح میکنند. اجمال به تفصیلش رو میاد هر تو بخش‌های تفصیلیش وضعیت شناسی میکنند حوزه رو، هم قوت‌هاش رو میگن، هم فرصت‌ها رو، در لفافه‌ای هم نقدها رو تیز و با نگاه نخبگانی و دقیق بیان میکنن، نه نگاه‌های هیاهویی که آقا حوزه رو کلاً بذاریم کنار. نه آقا، بر اساس همون فرصت‌ها ناامیدی هم ایجاد نمی کنند، بلکه وضعیت موجود حوزه رو به عنوان زنده و بالنده مطرح میکنه، نگاه یأس و اینا رو تحذیر میکنه نسبت به یأسی که تو جوانها داره ایجاد میشه و یه نگاه جدیدی رو داره مطرح میکنه، اون نگاه سرآمد و پیشرو بودن. اما بیان میکنن ما برای رسیدن به این حوزه سرآمد و پیشرو فاصله داریم. خب حضرت آقا اینجا چیکار میکنن؟ بعد از این وضعیت شناسی میان تجویزها و توصیه ها رو مطرح میکنن. یک سند جامعه راهبردی، به نظر من این مراکز راهبردی ما، دانشگاه های ما باید اینو تدریس کنن انصافا. اجزاء کاملا فنی که این سند داره، سند بنیادینی که توش هم نظریه سیاستی داره، هم مبانی داره، هم وضعیت شناسی داره، تحلیل محیط داره، تجویز داره، همه چیز رو با هم دیده و خیلی کنار هم یه هارمونی خیلی زیبایی درست کرده با اون بیانهای بسیار موشکافانه‌ای که اون نگاه‌های موشکافانه و بیان بسیار واضح و دقیق و روشنی که حتی یک طلبه ساده هم میتونه از این برداشت خودش رو داشته باشه، هم میتونه اون عالم و مجتهد و اون سیاستگزار حوزه هم اینو بذاره جلوی چشمش، سند و یک گواه روشنی برای استخراج کنه از داخل خودش هست، آماده بشه برای اجرا. من یه بخشی رو عرض کنم دیگه خدمت اساتید باشم. من میام اون گام اولی که حضرت آقا ترسیم کردن، میخوام از این استفاده کنم. اون نگاه تاریخیه. معمولا ماها به نگاه تاریخی دیگه از این عبور کنیم ببینیم الان چه خبره، ولی حضرت آقا نگاه تاریخی رو پایه قرار میده برای اون ادامه مسیر. با ذکر مثال اونجا 3 تا لایه رو مطرح میکنن، یعنی 3 شخصیت رو مطرح میکنن. یکی مؤسس حوزه است، مرحوم حاج شیخی که تو اون خفقان تونسته حوزه رو احیا کنه. این برمیگرده به اون ظرفیت عظیم خود حوزه که و اون اخلاصی که مرحوم حاج شیخ داشته، اون حرکتی که انجام شده. یه چیز دیگه ای هم هست که آقا اونجا مثلا اون سنت الهی و اون عنایت الهی که این اتفاق افتاده که طلبه ها حواسشون باشه که این واقعا این سنت الهی اون جایی که عرض به حضور حق هست، حق با این جریان هست و این یه نگاهه که ما در این طبقه بندی تاریخی، در یک طبقه ایشون میفرمایند که حوزه‌ای در بستر خفقان شکل میگیره، نشانه از اون عظمت و ریشه دار بودن حوزه است. در دوره بعدی مرحوم آقای بروجردی که ایشون میفرمایند که به قله علمی و تحقیقی و تبلیغی میرسه و اون عرض به حضور اتفاقی که در حوزه میفته، یعنی یک رشد خوبی انجام میشه، معنویت تشیعی اتفاق میفته. اما کار بزرگ رو امام انجام میده، همون حرکت مرحوم
آیه بروجردی و مرحوم آقا شیخ رو میبره تو دل مردم و این بر اساس همون نیروی مردمی اتفاقی که رقم میخوره الگوی اسلام خواهی در جهان مطرح میشه، الگوی عرض حضور دینگرایی در جهان مطرح میشه، یه الگوی جدیدیه. این گام ها، این 3 گام در 100 سال اخیر توسط این بزرگان اتفاق افتاده. من وقتی تطبیق میدم با بیانیه گام دوم، گام بعدی و افق پیشرو رو ایشون داره راهبری میکنه. یعنی ما اون 4مین نفر رو بگیم بعد از این 3 بزرگوار، خود حضرت آقاست که اون افق پیشرو، اون حوزه تمدنی و لازمه حوزه تمدنی ورود به اون نظامات هستش، حل مسئله ها هستش و ایشون تو این زمینه انصافاً وقتی ما فرمایشات ایشون رو از زمانی که این پرچم ولایت و رهبری رو در دستشون گرفتن از سال 68، از اون سال حوزه رو در این افق تعریف کرده، حوزه بتونه سرآمد بشه، پیشرو بشه در قله‌های تمدنی. یه تعبیرهای انصافاً عجیبی این بیانیه داره، تعبیر جدیدی داره. میگه ایشون میفرماید که حوزه به قله نوآوری تمدنی برسه. این تعابیر واقعاً تعابیر خیلی متعالی هستش ما برای حوزه امروز در جوی که بدون تعارف عرض کنیم دیگه، جو ناامیدی در فضای برخی از طلبه ها به وجود اومده. حضرت آقا داره از قله نوآوری تمدنی در جهان داره نسبت به اون رسالت حوزه صحبت میکنه. به نظرم وقتی تو این افق وارد میشیم میبینیم که ما کجاییم، ایشون کجاست. عذرخواهی میکنم از من طولانی بود، اساتید همین مقدمه بحث بشه. حالا نسبت به این نکات که میگید یه سوالاتی هم پیش میاد، میگم حالا در ادامه باید جالب. بفرمایید که تیز کنیم بحثای خورده. شما خودتون تیز کننده دی. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من در ادامه مباحث اساتید عرضم رو خدمتتون میگم. خب حالا همون بحثی که استاد بزرگوار حسن زاده فرمودند، بله اون نگاه تاریخی آقا هم جالب هست، هم شبیه به اون سبک تدوین بین گام دوم انقلاب هست و هم این که احتمالاً برای ما باید یک آورده‌ای داشته باشه، یک آموزه‌ای داشته باشه. خب تو اون نگاه تاریخی که حالا من بعدش سعی میکنم که حواسم باشه بحث جوانان که فرمودید رو هم همینجا تو دل این بحث عرض بکنم. تو اون نگاه تاریخی اولا ما یاد میگیریم که در همین فضای ناامیدی که فرمودید که الان وجود داره و کسی باور نمیکنه که حوزه اصلا بتونه دیگه به اون جایگاه مردمیش برگرده، چه برسه به این که حالا بخواد اثرگذاری تمدنی داشته باشه، همون ابتدای بحث اون نگاه تاریخی داره همین ما میگه که در واقع الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ظلماتی هست، اگر احساس میکنید که فضا خیلی تاریکه، اینطور نیست. اولا که اینطور نیست، یعنی کل سند شما پیام رو میبینید جای جایش دارن آقا میگن که اصلا اینطور نیست، درصد خیلی کمی از جوانها مغرض هستن یا نسبت به دین کاملا بدبینن، بقیه اینطور نیستن، فضا تیر و تار نیست. ولی اگر شما فکر میکنید تیر و تاره، بدونید که تو تاریخ اینطور بود، واقعا تیر و تار بود و حوزه تو همون شرایط شکل گرفت و بعد اومد چنین اثرگذاری کرد. این یک نکته که خواستم عرض بکنم که این برای ما میتونه یک آورده داشته باشه، یک آموزه داشته باشه. نکته بعد اینه که اون 3 بزرگواری که ایشون اسم میبرن به عنوان کسانی که رهبری کردن حوزه رو یا مدیریت حوزه رو به دست گرفتن و جریان سازی کردن، براشون ویژگی هایی میگه. این ویژگی ها خیلی میتونه باز برای ما آورده داشته باشه. مثلا برای آقای حائری که مؤسس حوزه علمیه بودن، آقا 3 تا ویژگی فکر میکنم دارن نام میبرن. اولا فقیه بزرگیه، ثانیاً پرهیزکار با تقواست، اینا که باید عمومی باشه احتمالاً توی همه طلبه ها، توی مدیر حوزه تبلور بیشتری داره و سوماً مجربه، تجربه خیلی بالایی داره. این تجربه رفته در جای دیگه دیده، حوزه علمیه رو فهم کرده که حوزه علمیه یعنی چی، چطور اداره میشه و بعد اومده
حالا حوزه علمی قم رو داره با اون تجربه راه اندازی میکنه. این رو عرض میکنم که یه ارجاعی بدم به همون تعریف حوزه که فرمودید. یکی از نکات جالب این پیام اینه که آقا داره حوزه رو تعریف میکنه بعد از 100 سال. میگه بذارید حوزه رو براتون تعریف کنم. حوزه مؤسسه تدریس و تدرس نیست. خب یعنی این یعنی چی؟ کنایه است. یعنی این یعنی این که ما احتمالاً الان دوچار این تعریفیم و اگر دوچار این تعریفیم یعنی اون فقیه مجرب رو نداریم در مدیریت حوزه‌مون. آسیب‌ها الان برمیگرده به تعریف نارسا دیگه. بله و بعد تعریف میکنن و بعد اون 5 مؤلفه رو میگن که حالا اون دوره خودش جای بحث داره و اون مؤلفه ها رو در نهایت میگن این برآمده از انتظاراته. یعنی توی گیومه هم گذاشتن توی پیام که این انتظارات رو توجه داشته باشید. ما بعضی از برنامه‌ریزی‌هام توی حوزه بر اساس نیاز صرفاً نیازی که فرض بفرمایید که ما الان تشنمون هست با آب این نیاز برطرف میشه ولی ممکن انتظار داشته باشیم که شربت بخوریم. اصلا این تعبیر حوزه برونگرا به نظر من خیلی داشت همینو تفسیر میکرد. یه تعبیر خیلی جالب و رسایی بود. حوزه‌ای که تا دیروز درونگرا بود و مسئله های خودش رو داشت با اونا مشغول میشد، حوزه برونگرا. حاکمیت اسلامی. حوزه برونگرا که همین بحثی میشه که در دوره دوم در زمان آیت الله بروجردی اونجا هم 3 خصوصیت برای ایشون بیان میشه، حداقل برای دوره ایشون، که اولا ایشون قله علم، ثانیاً ما با معنویت تشریعی که شما فرمودید مواجهیم، یک معنویتی در حوزه حضور داره و سوم اینکه حوزه پایگاه مردمی داره. این پایگاه مردمی برمیگرده به همین بحث جوانها، یعنی بعد امتداد میده آقا توی همون متن که حالا بعدا هم توی توصیه ها میاره، توی همون متن داره امتداد میده و باز داره اشاره میکنه به اینکه اگر حوزه تونست دل جوانها رو به دست بیاره و تونست با معنویتش اثر بگذاره اون وقت میتونه یک انقلاب ایجاد کنه و از اون ظلمات بیرون بیاد و به سمت نور بره. این بحث جوانها قطعا موثره، اما یک نکته وجود داره به نظر بنده و اون تاکید آقا بر همون تعلیم و تهذیبه. یعنی وقتی آقا میگه که روی این دوتا خیلی تاکید داره و جاهای مختلف ما داریم میبینیم دیگه، تعلیم و تهذیب. تعلیم رو اولا آقا میگن محتوایی و بعدش هم شکلی، یا برعکس شکلی و محتوایی هر دو، یعنی هم محتوای درست و غنی و هم شیوه بیان درست. این دوتا مهمن، اونور تهذیب مهمه. ما توی بحث مواجهه با جوانان یک مشکل بزرگی من فکر میکنم داریم دوچارش میشیم، اولا اینه که کونو دعاة الناس به غیر السنتکم نیستیم و صرفاً به السنه هستیم. یعنی گاهی اینطور میشه که صرفاً چیزی رو توصیه میکنیم خودمون هم عامل نیست. گاهی اینه، گاهی یه چیز بدتره، ما عقب نشینی میکنیم. طلبه اگر مهذب نبود، اگر خود حوزه علمی مهذب نبود و نتونسته بود خودسازی رو انجام بده در مورد خودش، وقتی که در یک جمع نوجوان یا جوانی که یک مقدار ممکنه که دچار انحراف باشن توی اون جمع قرار بگیره، به قول معروف وا میده. یعنی چون خودش رو نساخته هنوز درست، اونجا که میره او تحت تاثیر قرار میگیره به جایی که تحت تاثیر قرار بده. ما وقتی که طلبه رو خودسازی نکردیم، یعنی نیومدیم روی این خودسازی و تهذیب کار کنیم، مثلا طرح امین اجرا کردیم، خب ممکنه این طلبه ما برای اینکه بتونه اونجا مورد پذیرش قرار بگیره مثلا بره با لباس نامناسبی حضور پیدا کنه، بره حرفهای عجیب و غریبی بزنه که شاید مثلا تا حالا اون بچه‌ها حتی توی ماهواره هم نشنیده بودن، مثلا متعجب بشن که از این مثلا حرفا مثلا میشد بزنی که علیه حالا دین یا نظام و اینها. ممکنه گاهی اینطور وا بده طلبه. اگر که ما این کارو نکرده باشیم نمیتونیم به سمت جامعه پردازی بریم. باز اونجا نکته وجود داره که در رابطه با جوانان یک چنین بحثایی هستش. حالا بحثای دیگه هم هست، من فعلا سعی کردم که مقدار سمت بحث رو تیزتر کنم. حالا این نکته جالب بگم واسهتون، این که عرض کردم که شما می‌فرمایید حاج شیخ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، ایشون تابستون ها قم خیلی سوزان و گرم بود، کولر هم که نبود، برق هم که نبود. اون زمان مجبور بودن که به روستاهای اطراف قم مهاجرت میکردن که بتونن ایامی که مصادف با ماه رمضان بود روزهاشون رو بگیرن و برنامه‌های علمیشون داشته باشن. مرحوم شیخ میادن منزل پدر بزرگ ما توی روستای ما. بله. و مثلا ماه رمضان ها که اونجا می اومدن، بله می اومدن اونجا و بعد از یک ماه بندگی
اونجا نماز عید فطر میخواستن بخونن. یه زمین بزرگی داشته پدر بزرگ ما که اون زمین میشه زمینی که اونجا نماز عید میخونن. به خاطر همین اسم اونجا رو وقف کرده اونجا رو پدر بزرگ من. آره شاید نزدیک مثلا 2-3 هکتار باشه، خیلی بزرگه، حالا متراژش دستم نیست. اونجا وقفه و اسمش رو گذاشتن باغ روزه، یعنی توی باغی که نشانگذاری کردن درخت گردو، درخت‌های میوه و غیره، باغ روزه. و به احترام مرحوم حاج شیخ که اونجا می اومدن و نماز رو اقامه می‌کردن، اونجا شده نه آزاده باغش، نه محصور دیگه، یعنی باغی که پشت منازل عموهای بنده است. اونجا یه زمین خیلی کلانی هست. هم سهمی در تأسیس حوزه داشتید؟ بله ما هم مشارکت داشتیم، افتخار داشتیم که میزبان بودیم و مرحوم حاج شیخ تشریف می آوردن و مرحوم آقای صدر تشریف می آوردن روستایی ما و مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ایشون تشریف می آوردن و پدر بزرگ ما به خاطر اینکه مجتهد اون منطقه بود و هم درس و هم مباحثه‌ای مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بودن. بله و می اومدن مهمان، چون شاگردشون بودن، شاگردی که مثل ما که میگیم بریم باغ بریم بولنج با هم دیگه، دعوت میکردن اساتیدشون رو تشریف می آوردن اونجا. حالا من به حسب اینکه ارشد و دکتری من مدرسی انقلاب اسلامی هست، میخوام یه نکته رو باز کنم از این داستان. میفرمایید بحث تاریخی رو استاد حسن زاده فرمودن که حضرت آقا روی موضوع باز کردن. ببینید بزرگواران، تطبیق این داستان، یعنی ما اگر تاریخ تطبیقی رو نگاه بکنیم خیلی جذاب میشه. همزمانی تأسیس رژیم جعلی اسرائیل و باز تأسیس حوزه علمیه و قدرت جدید تشیع، همونطور که داره صهیونیسم فعالیت خودش رو میخواد گسترش بده، به همون میزان پایه‌ریزی میشه برای قدرت تشیع. مرحوم آقای حائری هیچ رویارویی مستقیمی با رضاخان انجام نمیده. هر چقدر هم که فشار میارن، با همون 200 300 400 500 تا طلبه‌ای که تربیت میکردن، با همونها آروم پایه‌ریزیشون رو انجام میدن و چون میبینن که خب کاری نداره باهاشون و غیره، رضاخان در اون دوره خفقان دیگه نمیتونست خیلی فشار بیاره. هرچند که در اون دوره بحث کردن که فقط کسانی که مجتهدن باید لباس روحانیت بپوشن، اجازه نداره کسی غیر از مجتهدین لباس روحانیت رو تنش بکنه، فشارهایی که آوردن و بعد از اون داستان سربازی رفتنها و اون داستانهای متفاوتی که وجود داره، از رحلت مرحوم حاج شیخ تا آمدن حضرت آیت الله بروجردی دوران فترتی هست در حوزه به مدت 8 سال، حدود 8 سال، که ما می‌بینیم که 3 تا از مراجع معظم حضرت آیت الله حجت کوکمریر رحمت الله علیه، مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه و حضرت آیت الله عظیم خانساری، این 3 نفر بزرگوار میان و زعامت شیعه رو، هر کسی یک بخشش رو، یک نفر تولیت حرم رو، نماز جماعت حرم و غیره رو تقبل میکنه، یک نفر بحث مراجعات و استفتاءات و یک نفر هم مدیریت حوزه و کارهای اینطوری رو انجام میده. حضرت امام در حال تحصیل هستن کجا؟ قم. حضرت امام وقتی شرایط بعد از جنگ جهانی رو میبینن، شرایط خاصی که وجود داره، به این فکر میافتن که حوزه نیازمند یک زعیم عالی تشیع هست، یک مرجع عالی اعلا که بتونه مرجعیت همه شیعیان رو به عهده بگیره. اینجاست که ابتکاری به خرج میدن و حضرت امام نامه می نویسن به 400 نفر از علمای بلاد و ازشون میخوان که نامه بنویسید، برید دیدار کنید، هر کاری که میتونید انجام بدید تا حضرت آیت الله العظمی بروجردی رو رحمت الله علیه اینو بیاریمش قم. حضرت آیت الله بله، امام ببینید پایه گذاری داره میکنه، کسی که تفکر استراتژیک داره، مهندسی داره مهندسی میکنه. هنوز یک طلبه جوان 40-50 ساله است، ولی چطور تونسته در اون زمان 10 سال و از این طرف هم 30 35 40 سالش بوده، میاد کارا رو مهندسی میکنه
و تلاش میکنه که آیه بروجردی رو میاره قم و از سال 1124 مرحوم حضرت آیت الله بروجردی تا سال 1340 میان و زعامت شیعه رو به عهده میگیرن و چه عهده گرفتنی. با وجود اینکه خب دورانی بود که محمد رضا شاه تلاش میکرد که هیچ گونه رویارویی با مرجعیت نداشته باشه، چون میدونست که خیلی نفوذ داره حضرت آیت الله بروجردی، به حدی که برخی از همروستاییای من یه زمانی میگن که ماشین شاه با بادیگارداش، تلفن که نبود، موبایل هم که نبود، کشور توی شرایطی بود که کسی میخواستی پیداش بکنی میگفت اومده بودن دنبال حضرت آیت الله بروجردی، شاه و تیم حفاظتش و اینها توی روستای ما. از من پرسیدن که اینجا فردوه، گفتم که نه، چون آقای بروجردی اون زمان رفته بود فردو و بعد مسیر رو عوض میکنن و آدرس میدن که اونجا آقای بروجردی که بره یه اجازه‌ای بگیره یا صحبتی دیداری داشته باشه با حضرت آیت الله بروجردی. قدرت تشیع اونجا خودش رو نشون میده. در دوره حضرت آیت الله حائری و آقای بروجردی تمام تلاش شد که هیچ رویارویی با حکومت صورت نگیره، انذار داشته باشه و بعد پایه‌ریزی شکل بگیره که در احادیث آخر زمانی دیدین دیگه که میگن که مرکز تشیع و حوزه از حوزه علمی نجف به قم نقل مکان میکنه و این کار صورت گرفت. بسترها آماده شد و حضرت امام از سال 40 بستری رو آماده دید برای اینکه بتونه انقلاب اسلامی مردم ایران رو هدایت و راهبری بکنه و چه هدایت کردنی که منتهی به چنین ثمره شکوفا و مثمر ثمری شد. از نگاه تاریخی جذاب آقای عبداللهی استفاده بکنن. انصافا نگاه خیلی ویژه و خوبی بود. ما عصری چون بر اساس اون تخصص خودشون فرمودن، منم با اون نگاه تخصصی معنویت پژوهانه عرض کنم، ما اون عصریه که تو دنیا داره قوت زدایی از دین اتفاق میفته، سرکوب میشه نهادهای دینی و معنویت های شخصی و فرقه های نوپدید داره رواج پیدا میکنه. ما در این عصر هستیم. خب در اون عصر ما میبینیم که یه حوزه‌ای داره تشکیل میشه. خب حوزه مرحوم حاج شیخ رو برن به شکل اون زمانم شاید ما به عنوان یه فعال سیاسی نبینیم، ولی وقتی مراجعه میکنیم به اسناد، به بیانیه تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه 15 اردیبهشت 1323 اولین بیانیه سیاسی ایشون، که اونجا ایشون این نگاه رو که میفرمایید که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و اونجا داره در مورد این خطر رضاخوانی که داره هر و نسل شما رو داره به خطر میندازه و اونجا اون یک طلبه‌ای که داره از قم داره به رضاخان قلدری که داره میشه از همه جهت یه بیانیه تاریخی برای علمای بلاد و جاهای مختلف. این بیانیه از پایگاه عرض و حضور حوزوی داره صادر میشه. پس اونجا ما یه اتفاقی داریم میبینیم، یه پایگاه مستحکمی داره احداث میشه اینجا که کل سرمایه ها، یعنی حضرت آقا هم تو این بیانیه داره به این تاکید میکنه، ما میراثدار تمامی این نسل ها و تمامی این حوزه هایی هستیم که در سامرا بوده، بغداد بوده، در نجف بوده، الان رسیده به قم، به اینجا رسیده. و اون اتفاقی که افتاده این تقویت این دینداری نهادمندی که دیگه اون سیالگرایی یا در اختیار نظام استکباری بودن رو نداره، یک دینداری آزاد، حر به این معنا، نه سیال، دینداری حری که مقابل دشمنان میسته. چون یکی از شاخصهایی که حضرت آقا هم خیلی تو این بیانیه تاکید میکنه در مقابل اون دشمنان بودنه که تو با تعابیر مختلف تو این فرمایش ایشون هستش. و این ویژگی به نظر من ویژگی خاصی بوده که نهاد دین در قم با اون شاکله اولیش اولا داره اون
اندوخته حوزوی خودشون، تراث خودش رو با خودش آورده. مرحوم حاج شیخ از سامرا، از نجف همه مؤیدات رو داره. به قول حضرت آقا اون تجربیات خودش رو از عراق هم با خودش داره. یه چیزی اتفاق میفته و نمود و بروزش رو ما به قول آقا در امام رحمت الله علیه میبینیم که یه قیام میکنه، قیام لله. نه تنها خودش قیام میکنه، دعوت به قیام میکنه در اون بیانیه تاریخی. این خیلی ویژه است و ما از اونجا میبینیم که دیگه سرچشمه این قیام که به این مرحله رسیده. عرض کنم که اول حسم رو بگم، یک دوتا منم حس داشتم تو این بیانیه. یکی اون جایی که آقا گفت که در مورد دروس حوزه مدت زمان تحصیل باید کوتاه بشه و خیلی مظلومیت من احساس کردم، چون پای اول که شدن سال 79 ایشون همین حرفا رو زد. بله. و جالبه که اینجا مثلا از موقعی هم نام برد دست که بله اسم برد از سیوتی مونه. و جالبه مثلا یه پدری وقتی به بچه‌هاش میگه این کارو بکنید انجام نمیدن، بار بعد میگه مگه من نگفتم؟ آقا حتی اینم نمیگه مثلا طبق حرف‌های قبلی با اینکه قبلا هم گفتم، میگه ما بالاخره فکری به حال این دروس و اینها بکنید. یه مظلومیتی احساس کرده. یکی امید بود. من خیلی امید رو زنده دیدم تو این پیام. مثلا حوزه پیشرو، سرآمد تو وضعی که بالاخره پذیرش مقدار کمتر شده در حوزه های علمی، خبرهای خب شنیدید شما هم، تعداد مدارس تعطیل شدن، وضعیت جامعه یه طوری که بحث حجاب و اینها، خب فضاهایی که داریم میبینیم دیگه. اینجا آقا میگه تازه حوزه پیشرو، یعنی هیچ بوی انفعال اینجا شما احساس نمی‌کنید. این نکته ایه. انتقاد میکنه ولی میگه این میتونه، این حوزه بالنده است، میتونه این کار رو انجام بده. و یه چیز دیگه روح کلی پیام بود که من این رو حس کردم که آقا میخواد بگه آقا جزیره نباشید، بپیوندید به این مردم و باز کنید درهای حوزه رو. اون انتهای پیام که مدارک حوزوی رو اسم برد، کارشناسی، خب بخیران تعجب کردن و از این بذاره ناراحت هم شدن که بعضی حس کردن تناقضی هست. قبلا آقا خیلی تاکید داشت به مدارک حوزوی، چی شد؟ آقا که اونجا اصلا میگه باز هم باید حوزه، یعنی مستقلاً حوزه باید مدرک بده، از این که عقب نشینی نکرده. ولی برداشت بنده که آقا میگه حتی کلماتی هم که به کار میبرید طور باشه مردم بفهمن، دیگه یه موجود عجیب و غریب نباشید. آقا یک روز یه جلسه بوده، میگه من رفتم خواستگاری طلبه است، گفتن شما خب چی میخونی حوزه؟ خب مثلا چه مقطعی میخونی؟ میگه پای 7 هستم. که خب بعدش چی میشه؟ میگفتم پای 8 میشه. خب بعدش گفتم پای 9 میشه. خب بعدش میگم پای 10 میخونیم. خب بعد چی میشه؟ میگم بالاخره یا مجتهد میشیم یا نشدیم میریم یه میره خارج. میره خارج. اتفاقا گفت درس خارج میخونیم و اینا. خب میگه یه کلماتی باشه مردم بفهمن شما چی میخونی. آقا سطح 2 نمیفهمن. حتی طلبه‌های ما که میان حوزه پای 3 4 میخونه هنوز نمیدونه کی سطح 3 میشه کی سطح 4 شرایطش چی هست و اینها. این پیوستن به مردم و بسامد کلمه هم بالا بوده. 40 چند بار کلمه مردم بوده، 2 بار کلمه امتداد اجتماعی بوده. این روح برونگرا، اون برونگرا روانشناسا به آدمایی میگن که قدرت رو از بیرون میگیرن، یعنی وقتی تو جمعن حس خوبی دارن و تنها که میشن خیلی حالشون خوب نیست. حوزه باید این شکلی باشه، بین مردم که هست تازه بالنده بشه، حالش خوب بشه، اینطوری باید باشه. حالا من اتفاقا نکتم اینجاست که می‌خواستم حالا شما که داشتید بدید واقعا چیکار باید کرد که حوزه مردمی باشه، یعنی درهاش باز بشه، اجتماعی بشه، از جزیره بودن خارج بشه. یه پالس بدی که ما احساس کردیم تو خود مراسم بود، یعنی مراسم همایش 100 سالگی جزیره‌وار برگزار شد. بنده همون روز کلاس داشتم با طلبه ها، یعنی روز قبلش گفتم فردا جریان هستید دیگه همایش. گفتم چی؟ همایش؟ گفتم بابا 100 سالگی. حالا اینو که نمیدونستن. گفتم 100 سال. گفتم یعنی 100 ساله شد حوزه؟ اصلا هیچ، اینجا قومه. یعنی بعد این همایش 3 سال به تعویق افتاده. شما 3 سال وقت داشتی آدم بفرستید تو مدرسه ها با معاونان تحصیل، همه نیروی شما، معاونان آموزش نیروهاتونن دیگه. چه جلسه بذارید تاریخ حوزه رو بفهمید، نگاهی که شما داشتید چقدر خوبه. آقا من واقعا لذت بردم. مدلی که بر امام خودش اصلا پیش قدم میشه، شیخ بیاد قوم و بدونن ما کجا هویت. الان یکی از بحران های ما هویت طلبگیه. خب اینا هویت رو درست میکنه دیگه، میفهمیم از کجا اومدیم، چیکار داریم میکنیم.
این دغدغه بزرگی به نظر میاد که واقعا این حوزه بخواد اجتماعی باشه، امتداد اجتماعی داشته باشه و در حوزه‌های مختلف نقش آفرین باشه، چیکار باید کرد؟ یه سری طلبه‌ها بنده خداها خودشون احساس وظیفه کردن، زدن به دل خط، یه جایی خطا میکنی، در واقع بلاگر شده، بعد کم کم خودش هم عوض میشه. یکی میره معلم میشه، میگه بین دانش آموزا میرم تبلیغ، یهو میبینی خودش هم عوض شده، لباسو گذاشته کنار، کم کم تیشرت میپوشه، کم کم یه جور دیگه میشه. همون نکته که شما گفتید، این مسئله‌ای به نظر میاد امروز. و یه چیز دیگه هم هست، حالا دوست داشتید بگید خوشحال میشیم بشنویم از شما. خود پیام رو چیکار کنیم این امتداد داشته باشه؟ یعنی غیر از اینکه حوزه باید امتداد اجتماعی داشته، خود این پیام هم باید بین حوزوی ها امتداد داشته باشه. نکنیم بلایی که سر بیانیه گام دوم اومد سر این پیام هم بیاد، تبدیل کلیشه بشه که ارجاع دیگه نشه، فقط آدمای خاصی مثلا ارجاع بده، عموم مردم اینها اصلا جوونا. حالا شاید خطاب این بیانیه زیاد این سند اصلا نمیره به سمت مردم، یعنی بیشتر حوزوی. آره، منظورم اون قسمتش بر حوزوی هاست که امتداد حوزویش در واقع سفت و سخت باشه. ما ببینیم که مخاطب این سند کیه. هم که فرمودید مردمن یا فقط سازمان حوزه علمیه است یا طلاب و علما و روحانیتن. به نظر میرسه که خب قطعا که مردم مخاطب نیستن، اما از اون دو گزینه هر دو هستن. من اول ذهنم به این بود که چون آقا فرمودند حوزه پیشرو و سرآمد، احتمالاً مخاطب پیام، مخاطب درجه اول سازمان حوزه علمیه است، ساختار رسمیه. بعد که نگاه کردم نه، واقعا اینطور نیست. حتی توی اون پیشنهادات برای آینده که آقا فرمودن که 8 مورد هست، اینجوری که من به ذهنم رسید یک موردش ظاهرا مشترک بود بین هر دو، بقیه 4 تاش برای به نظر بنده برای ساختار رسمی حوزه بود، 3 تاش برای خود روحانیت و علما بود، مثلا حضور بین مردم یا یه جایی تخاطب مستقیم هم با جوانان داره، با طلاب جوان یه جایی تخاطب داره. طلاب جوان بله، عرض می‌کنم یعنی غیر از اون هر دو جایی که میگه سازمانی درست کنید که تربیت اونجا، اونا به خطاب سیستم دستگاهی درست کنید، سیستم اونجایی که یا مثلا متن تحصیل یا طول تحصیل و اینا رو که بحث می‌کنن، سیستم مدیریت. خب حالا فرمودید که چیکار کنیم که این سند روی زمین، پیام روی زمین نمونه. عرض کردم که اول این مخاطب، خب پس 2 قشر مخاطب داریم دیگه. خب در رابطه با هر دو در نهایت احتمالاً تکلیف بیشتر به سمت باز خود همون سازمان حوزه علمیه میره، منتها رسانه‌های حوزوی یا نخبگان حوزوی هم اینجا وظیفه پیدا میکنن دیگه. در رابطه با طلاب که چطور این پیام دریافت کنن و اینکه چطور دغدغه پیدا کنن، خب قطعاً بخشش همین گفتمان سازیایی است که نخبگان باید انجام بدن یا احیانا رسانه‌هایی باید بیان این رو روش مانور بدن، که اونجا من فکر میکنم یه مقدار شاید نیاز به ترجمه داریم. یه جاهایشو باید یه خورده واضح‌تر روش بحث بکنیم. مثلا عرض میکنم مثلا فقه روشنبین رو توضیح بدیم که یعنی چی، مثلا فلسفه روشن و دارای امتداد اجتماعی این چطور میتونه محقق بشه. افرادی رو مثلا رسانه‌های حوزه‌ای مثل شما دعوت بکنن که رو همین فقط بحث بکنن که آقا فلسفه چرا امتداد اجتماعی پیدا نکرده، چرا فقه روزآمد نشده، چرا به مسائل روز به درستی نپرداخت. این نکاتی که آقا دارن اشاره میکنن دیگه. مثلا توی این بخشش عرض کردم چرا زبان نسل جدید رو میفهمیم. آره بله. چرا به قول آقا میگن که باید هم عالمانه باشه پاسخ به نیازها ظاهرا چنین چیزی، چنین تعبیری، هم این که قابل فهم و هضم باشه. خیلی از مباحث ما اصلا هضم نمیشه توی فاهمه عمومی، درست این ادراک نمیشه. اما اون بخشیش که در رابطه با خود سازمان حوزه علمی است، من اونجا یه نکته به ذهنم میرسه. ما البته حالا اینجا این پیام یک مقدار متفاوت هست، اما بازم من احتمال میدم یه چنین آسیبی داشته باشیم. ما خیلی جایی که آقا نکته‌ای رو میگن، یا مثلا خطاب مثلا به حوزه علمیه یا سازمان فرهنگی، خیلی جا به نظر بنده میرسه که آقا دارن یک هدف یا یک دورنما بیان میکنن، مثل مسجد محوری مثلا، یه مثالی که الان به ذهنم میرسه، یک هدف یا دورنماست، ولی میاد توی سازمان‌های فرهنگی یا سازمان حوزوی ما به مثابه راهبرد استفاده میشه.
متوجه یعنی ازم شون میشید؟ برنامه دادن اینجا راهبرد میشه. ایشون دارن میگن که یک چنین وضعیتی باید محقق بشه ها، این خوبه، مطلوبه، این باید، این هدف میشه برای اون سازمان. اون سازمان همون هدف رو میکنه راهبردش. خب این که راهبرد اون نیست، تو باید به این برسی، باید مسیرهایی رو تعیین بکنی که بتونی به این برسی. دورتر میشه از اون با این اوصاف؟ دورتر نمیشه، گیج میشه. اگر که من الان عرض بکنم خدمت شما که من تشنمه و شما بگید که تشنگی تو برطرف کن، عملا کمکی به من نکردید. خب پس چرا مثلا طرح کردم مسئله رو با شما که شما دوری بیاد به من بگید که لزوم رفع تشنگی مثلا جاویدی؟ خب این که همون شد که همون بود که من درخواست کردم از شما. شما باید بتونید مسیر رسیدن به رفع تشنگی من رو طراحی بکنید که مثلا میگید که خب یه لیوان آب برای شما گذاشتی، با شما اگر که آب نداره شارژ کنن، مثلا هماهنگ کنن فلان، این کارا باید انجام بشه. من فکر می‌کنم الان دوباره، یعنی نگرانم که دوباره مواجهه ما در سطح سازمانی با این پیام به همین شکل باشه که خیلی از چیزهایی که هدف هستن راهبرد میشن. یعنی همون گزاره ها رو میایم یک سند راهبردی تهیه میکنیم، همون گزاره ها رو تکرار میکنیم و تا گاهی اوقات با یک تفصیلاتی، بعد اون رو بعد حالا میخوام بگید از پله دوم باید شروع کنیم، یعنی این هست الان بیاد اون برنامه‌اش کنید. حالا آقا اومدن تازه یه سری راهبردها انگار دارن میدن، یه سری برنامه‌ای هم حتی دارن میدن، ولی ما باید بله بفهمیم که مسیر رسیدن به فرض بفرمایید که اگر که مثلا آقا میفرمایند که حوزه باید مرکز تهذیب باشه، تهذیب نیرویی که مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه، ما نیم راهبردش رو بگیم تأسیس مرکز. خب این همونه، حوزه قرار مرکز اون بشه. تجربه تلخی داریم اینجا، یعنی هر فرمانی صادر شده، هر یه اتفاقی این شکلی افتاده، سریع دبیرخانه و ساختار درست میکنن، یه مواجهه خیلی بدی میشه که شکلی، نمایشی، صوری و اصل اون محتوا، اصل اون هدف گذاری دیر و همین کارم بلاهایی که سر کارهای قبلی اومده، آدم نگران اینه که این لازم است. بله ما هم میگیم باید با این سند رفتاری که میشه گفتمان سازی باید بشه، ولی اینی که واقعا روح این سند بیاد تو روحیه حرکت کلی حوزه، نه اینکه به قول ایشون برخوردهای این شکلی اتفاق بیفته. نکته بسیار دقیقی بود به نظر من نوع مواجهه. من نکته ای رو عرض کنم ناظر به سوال شما، اگه حاج آقا فرمایشی ندارن عرض کنم. سلامت باشید. ببینید ما وقتی راه حل رو میبینیم، برگردیم به همون عرض اولی. راه حل برمیگرده به تعریف حوزه. تعریف ها نارسا بوده، تعریف ها تکبودی بوده، تعریف ها یا حوزه رو میبرد صرفا یک نهاد علمی میکرد، یا اونایی که اخیراً روحیه‌های جهادی دارن اینا هم میرفتن صرفا به عنوان کنشگری و کارآمدی به شکل اینکه یه کاری انجام بدن، اما بدون اون پشتوانه‌های اندوخته‌های علمی و عرض به حضور دانش‌های فقهیشون که حضرت آقا میاد اینجا تقریبا یک جمع‌بندی میکنه، یه انسجامی میده و این 5 مؤلفه 5 محور ماهیت شناسی حوزه رو وقتی مطرح میکنن، اولویت هم قرار میدن ایشون یک مرکز علمی با تخصص‌های معین. یک مرکز علمیه، یعنی صرفا شما میایید اینجا انتظار این نداشته باشید بدون اون پشتوانه دانشیتون برید تو مثلا فعالیت میدانی داشته باشید. کسی که میخواد از حوزه بره فعالیت میدانی کنه، تبلیغی کنه، کار فرهنگی بکنه، باید به این پیشینه دانشیش متصل بشه، این آموخته های دانشی خودش رو با اون هویت به این گام اولشه. یعنی من احساس میکنم حتی تعمدی بود، چون خود آقا اینو نگارش کرده و یه وقت مفصلی هم گویا برای نگارش این متن گذاشتن. عبارت ها دقیقه، حتی ترتب این عبارت ها به نظر من تعمد هستش روش. وقتی میفرمایید یک مرکز علمی با تخصص های معین، بعد میفرمایند که مرکز تربیت نیروهای مهذب که ایشون فرمودن، مهذب بعد کارآمد. یعنی شما اگه بخواید وارد اون فعالیت‌های اجتماعی بشید که دغدغه خیلی از طلاب انقلابی، انصافاً سالهای اخیر ما یک
جمع خوبی از اون روحیه های انقلابی، طلاب جهادی دیدیم دیگه، کنشگری میکنن تو لایه‌های مختلف، تو فضای مجازی و فضای خدمات اجتماعی و کنشگری های مختلفی که تو تعلیم و تربیت جاهای مختلف فعال هستند. اما این عرض بزرگ مؤلفه ویژه‌ای که آقای دکترم فرمودن، اون بحث تهذیبی که اگه بخواد اتفاقی رقم بزنه، اون اتفاق چیه؟ این کلیدواژه بلاغه مبین خیلی مهمه. تو فرمایش 21/7 آقا هم بود که این تبلیغ صرفاً مهارت تبلیغی نیست، بلکه پیام خدا رو به دل مردم رسوندنه، اون هدایت مردم. چون قرار هم اگر شما قیامی اقامه قسطی بشه، اگه قرار انقلابی که شده با همین مردم شده، اگه قرار تمدنی هم ساخته بشه از طریق مردمه. چجوری این مردم حرکت میکنن؟ با اون روحیه دانشی من، روحیه تهذیبی من، اینو من ابلاغ میکنم. کار من ابلاغ اون عرض به حضور مبین هستش به دل مردم. دل مردم هم ابلاغ کردنش باید عرض به حضور به غیر السنتکم، با اون رفتارهای تهذیبی خودمون باشه. اون وقت مردم همراه میشن. اتصال، فاصله ما و مردم صرفاً یک مهارت اجتماعی نیست، یک خوی و خاصیت حوزویه. خوی و خاصیت حوزوی این جنس معنوی و تهذیبی یکی داشته باشه، این پرده بین حوزه طلبه ها و مردم برداشته میشه. اون خاکساری نسبت به مردم، اون خودش رو خدمتگزار بدونه. عذرخواهی میکنم. نه شما باشید. اونجایی که آقا میگه که برنامه ریزی کنید فضلای حوزه با مردم صمیمی بشن، این خودش یه معنای خوبی داره. یعنی اینا خوبن، یعنی جنسشون خوبه، فقط یه برنامه‌ریزی میخواد اتصال ایجاد بشه. یعنی مشکل بزرگی نداریم که ما از مردم دوریم و شبیه ها نیستیم. ببین آقای برزکار، اشاره‌ای که حضرت آقا دارن نسبت به اینکه خب ما کاهش ارتباط حوزویان با مردم رو شاهد هستیم. مثلا در همین قم ما مجتمع‌های بزرگ مسکونی در حاشیه شهر مثل پردیسان ایجاد کردیم، طلبه ها اونجا زندگی میکنن. بله. و این خیلی با تدبیر مثلا میتونست، حالا گره‌گشایی کرده در یک دوره، ولی با تدبیر در کنار هر مسجدی باید امام جماعت هر مسجدی کنار همون مسجد زندگی بکنه، تعاملش با مردم مثلا امام محله باشه. ما این نمیدونم آهنگی که این برادر عزیزمون آهنگسازی که برنامه‌ای هست، آهنگی هست که برنامه‌های صبحگاهی تلویزیون پخش میکنه که میگه من از روی سلام علیک یک روحانی با مردم بچه بودم، یه آقایی توی این محل رفت و آمد میکرد از میون بازار، صبح به صبح میومد رد میشد و هر کسی که میدید سلام میکرد و همه میومدن بیرون با آقا سلام کنن. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. میگم از این سلام علیکم این من ریتم گرفتم و بله این سلام علیکماشو تبدیل کردم به این آهنگ زیبا. عرض بنده اینه که ما اگر مردم حس بکنن که روحانیت بینشون زندگی میکنه و زندگیشو دارن میبینن، هیچ وقتی که شایعاتی که براشون درست میکنن در اون اثر نمیکنه. ما هم در همین قوم هر کی شایعه درست میکنه میگه آقا ول کن، من خودم مستاجر مثلا داداشم یه طلبه است، خدا میدونه زندگیشون چقدر به سختی داره میگذره، داداشم میگه اینجوری، داداشم میگه اونجوری. یعنی وقتی بین مردم هستی شرایط طوری رقم میخوره که مردم اولا جلوگیری میشه از هر گونه شایعه علیه شما و همین که مردم از زیست شما و زیست مؤمنانه شما الگو میگیرن. خود حضور یک روحانی در یک محل امر به معروف و نهی از منکر، این خیلی قشنگه. یعنی دیدید وقتی میریم یه جایی، آقای دانشمند گاهی اوقات شوخی میکنه تو سخنرانیاش، میگه داشتم میرفتم با ژیانم یه دفعه که اومده بود آشغال بیرون بذاره، یه خانومی داشت با اون مأمور شهرداری پاکبان صحبت میکرد، تا منو دید دوید تو، انگار که من فقط نامحرمم، رفتم در خونه‌شو زدم که حق ما پس. حالا این داستان شوخیه، ولی عرضم اینه که اصلا مردم حرمت روحانیت رو نگه میدارن. خیلی مردم خوبی داریم. حضور ما، زندگی و
در کنار مردم بودن ها، در مخصوصا شهرهایی که روحانیتشون خیلی کمه، خیلی اثرگذاره، خیلی زیست مؤمنانه رو تقویت میکنه. من چند تا نکته رو یادداشت کردم که فکر میکنم که تا این بحث تموم نشده باید بهش بپردازیم. یه نکته خیلی مهمی که در اینجا وجود داره، بحثی که حضرت آقا در رابطه با تبلیغ دین فرمودن. بحث تبلیغ دین، حالا کاری با ناکارآمدی‌های روش‌های سنتی و تبلیغی کنونی نداریم که خب تأثیرش کم شده، مخصوصا روی مخاطب جوان دیگه حال و حوصله شنیدن سخنرانی‌های 1 ساعت 1 ساعت و نیمه نداره. همونطوری که آقای قرائتی خدا حفظشون کنه میگفتن دیگه مردم چلو کباب نمیشنن، دنبال یه ساندویچ میگرده، یه ساندویچ پیدا کنه بخوره. دیگه جامعه شرایطش اینجوری نیست که حوصله کارهای طولانی یا حرفهای خیلی مستقیم و تکرار اونو داشته باشه. شما باید روش نوین تبلیغی و روش جدید ابداع بکنی. شما باید رسانه رو یاد بگیری. حضرت آقا اینجا شکایت میکنن، میفرمایند که متاسفانه فقدان مهارت‌های تبلیغی وسط وجود داره. یعنی ما نتونستیم فنون اقناع مخاطب رو خوب منتقل بکنیم، ما نتونستیم بیایم رسانه رو و تعاملات اجتماعی رو آموزش بدیم، روانشناسی جذب مخاطب رو، جذب زبون‌ها رو آموزش بدیم که این طلبه ما بتونه به راحتی این کار رو انجام بده. یعنی اینو باید سرفصل باشه. دوره‌های آموزشی که بتونه این تبلیغ رو مؤثر بکنه برای همه طلبه‌ها وجود نداره. حالا یه عده‌ای چرا میرن مرکز تخصصی تبلیغ، اونجا آموزش می‌بینن و اینم خیلی خوبه، ولی این باید عمومی باشه. یه فکتی بدم در یادتون ادامه بدید. بله شما بفرمایید. ما یه جلسه آیت الله عرافی در شورای شفاف صحبت کرد، قم بودن. خب ما هم ضبط کردیم جلسه رو و کلیپ‌هاشو منتشر کردیم. به خاطر یکی از این کلیپ‌ها خیلی حرف شنیدیم. خب در حالی که ما چیز نگفته بودیم دیگه، صحبت‌های خود آیت الله عرافی بود. ایشون اونجا همین رو میگه که ما الان طرح امین رو گسترش دادیم، کار بزرگی کردیم. تشکر هم واقعا معاملات تبلیغ در این قصه خوب عمل کرد، یعنی خیلی حمایت خوبی و گسترش بزرگی پیدا کرد. اما ایشون یه نگرانی اونجا مطرح میکنه، میگه که مثلا نمیدونم اینا که الان میرن نوجوان‌ها رو میشناسن نمیشناسن، اصلا محصولاتی که ما تولید میکنیم به دست مردم میرسه؟ که دو تا جلسه که میگه نه نمیرسه فلان، میگه خب بس چی. این نکته رو آقا دوباره خودشون اونجا به وضوح مطرح میکنن که زبان نسل نو و ارتباطی باید ایجاد بشه که آقا برسه به دست اینها. یعنی ما یه نویز پرقدرتی داریم اینجا، یه پارازیت بدی داریم که اصلا صدا نمیرسه به اون ور و اینم نیاز به کار حسابی داره، کار پررنگ داره، پر سر صدا داره، هنرمندانه داره، همزیستی با مردم رو میخواد، فقط با رسانه هم نیست، هم که شما گفتی همزیستی. من جلسه‌ای داشتم با دبیر محترم این همایش آقای مقیمی حاجی و اونجا توضیح دادن که چه کارهایی انجام دادیم در مدت این چند سال و فرآیندها و خروجی‌ها چیا بوده. خب ایشون همزمان معاونت محترم آموزشن، خدا حفظشون کنه و بسیار پرتلاش. عرض کردم که آقا جا داشت شما یک کتاب درسی تاریخ معاصر تدوین می‌کردید در طول این سده رو و این میشد یکی از کتاب‌های درسی طلاب در حوزه علمی. حتی شده جنبی، ولی بالاخره بله بخونیم ببینیم. ما طلبه‌ها، دانشجوهای ما کتاب ما میریم سر کلاس با دانشجوها درس انقلاب اسلامی، درس حالا ریشه‌های انقلاب اسلامی، درس نمیدونم قانون اساسی، این مباحث رو با هم دیگه طرح می‌کنیم. ولی طلبه‌ها کی با این مباحث روبرو هستن؟ این که اینجوری نیست که ما سیدی خور باشه بگیم خب دیگه خودش یاد گرفته همه چیزو بلده. نه، اینا باید آموزش داده بشه. متاسفانه اینها غفلت شد. حضرت آقا میفرمایند که بی‌توجهی در بحث ساختار آموزشی، میفرمایند که غفلت از مسائل حکمرانی، سیاست و عدالت اجتماعی. تأکید میکنن اینها رو ما باید بریم سراغش، حتما جبران بکنیم، مشکل رو رفع بکنیم. و یکی از مسائلی که حیف اینجا نام نبرم ازش، ببین مسائل تمدنیه. اون 5 گامی که برای رسیدن به تمدن اسلامی از آقا عنوان کردن، متاسفانه ما نمیشینیم بیایم روی اون متمرکز بشیم. حرکت جدی برای تبیین بحث تمدن اسلامی ما در جامعه نداریم. مؤلفه های تمدنی چیه؟
ما میخوایم قم رو شهر رو تمدنی بکنیم و آقایون میگیم خب کی اومده خلق ادبیات بکنه، کی اومده کار رو پیش ببره، یک کتابی، یک کتابچه، یک کار نوینی برید تولید بکنید که طلبه های ما این رو تحصیل بکنن. ما اصلا نگاه، یعنی ما با افق ولی جامعه حرکت نمی کنیم. مشکل ما اینه. خیلی پررنگ دیگه. مثلا ما شرک مهدی طلاب رو داریم، خب یه فرصت به نظر من تمدنی بود که یک مدل شهرسازی اسلامی رو بالاخره هرچی بلدیم اونجا پیاده کنیم. بله. وقتی شما میای اونجا کار به مدیریت الانش ندارم، اون طرح‌های اولیه رو میگم، یعنی حتی پاریس هم شاید شکلی نباشه، اینقدر مشرف باشن به هم خونه ها، یعنی پنجره شما درست تو حیاط اونها باز میشه، صدا که کاملا میره میاد. اون حالت محله اصلا خبری نیست. آقا محله قرار بود یه فضایی باشه اینا مثل لابی هتل همدیگه رو ببینن، تعامل کنن. بله. فرصت دیگه تأکید میکنن روی فاصله فقه با نیازهای تمدنی. یه متناسب با نیازهای تمدنی که داریم سمتش حرکت میکنیم، فقه رو هم تقویت میکنیم. ببینید یه حکیم چطور داره گرا میده، چطور داره راهنمایی میکنه، چطور داره ما رو به سمت مسیری میبره. ولی اگر بخوایم ما هم مثل بیانیه گام دوم با این برخورد بکنیم که چند روزی و چند ماهی این موضوع ادامه داره در رابطه باش صحبت کردن و بعد دوباره روند معمول مسیر خودمون ادامه بدیم بریم جلو، اینطوری نمیشه مقدمه سازی کرد، اینطوری نمیشه زمینه سازی کرد، اینطوری نمیشه به سمت افق تمدنی حرکت کرد. طلاب جوان باید رو دروسی رو بزنن کنار، بخوان از آقایون. پای درس آقایون که داریم میریم درس خارج، ما باید خطاب قرار بدیم مراجع محترم رو، اساتید معظم دروس خارج رو، بیان پای کار کمک بکنن. نمیشه ولی جامعه رو تنها که گذاشت. وقتی فرمانی میاد، وقتی میاد پیامی صادر میشه، وقتی افقی مشخص میشه، باید تدارک دید برای رسیدن به اون افق. دست به دست همدیگه بدیم. خیلی جامعه همراه هست با ما، جامعه دیندار، جامعه ببینید همشون جامعه دینداریه، فقط سطح دینداری تشکیکیه. چرا نمیخوایم بپذیریم؟ گاهی اوقات کار رو بعضی آنقدر تنگ کردن که اگر کسی تنگ نظریشون به این حد رسیده که اگر کسی سر سفرهش نوشابه کوکاکولا باشه، این آدم رو از دایره انقلابی بودن و اینا خارج میدونن. چرا نوشابه کوکاکولا خورده؟ نوشابه کوکاکولا یک نوشابه استعماری است. آقا خب حاکمیت جمهوری اسلامی رو خود شما دارید اینجا تخریب میکنید، یعنی یک مصلحت بالاتری اولا در نظر نمیگیری، بعد رفتید روی یک موضوع جزئی داری گام برمی‌داری. یکی از معترضین این موضوع بنده خودم هستم. حتی اگر ما لایسنس رو هزینه براش نمیدیم، حتی اگر تبلیغ برند رو و استفاده از برند رو هزینه براش نمیدیم، حتی اگر که عقلاً به نظر نمیرسه اینجوری باشه، اصل این که ما بیام یک برند خارجی رو، مخصوصاً برندی که سربازان پیشروی تمدن آمریکا در هر کشوری هستن رو ما تو کوچه ها و خونه ها و مغازه هامون تبلیغ بکنیم، این خودش کار اشتباهیه. ولی عرض بنده توجه به این هست که حرفی که ما داریم میزنیم موجب تقویت نظام اسلامی است و جاش داد زدن تو کوچه و بازاره یا رفتن و پیگیری کردن از ریشه های کار و کار رو به صورت اصولی دنبال کردنه. اینها رو باید دید. تنگ نظری ها رو هم نداشت، جامعه رو هم طوری باش برخورد کرد به اندازه کلم الناس علی قدر عقوله. دینداری هم همینه. آقا مردم ما چه کار کردیم که توقع داریم مردم اینجوری نماز شب بخونن، توقع داریم مردم اینجوری حجاب داشته باشن، توقع داریم به این سبک و سلوک زندگی بکنن؟ هر چقدر ما زحمت کشیدیم گندم از گندم بروید، جو ز جو. انتظارات بیش از حد نباید داشت و مردم رو در همین سطحی که هستن پذیرفت، باشون ارتباط داشت و تلاش کرد که اونها رو به سمت افق بالاتری راهنمایی کرد. با این سابقه ای که خیلی رادیکالی نشد که خوب بود. نه اتفاقا یه چیزی هم یادم افتاد بگم. بعضی میگن چرا بیانیه حرف تیز زیاد نداره، نمیدونم چرا مثلا
مفصل به این معنا که تا همه چی توش هست و ای کاش مثلا فقط یکی دو تا محور رو میرفت. یکی از حرفا اینه که آقا این یه مانیفسته، یعنی یک جریان کلی رو داره نشانه گذاری میکنه. حالا شما بیا برنامه بردار از این، جاهایی هم خیلی جزئی هم شده اتفاقا دیگه، بیشتر از این دیگه زشت هم هست دیگه. آقا بس ما دیگه نمیخواد شما جزئیات رو بگید، تو فهمیدیم باید حوزه اینه، 5 تا مؤلفه داره. میخواد درسارش رو دوباره نام ببرم، میخواد دوباره بگم مغنی، اسم مدرک هم که پیشنهاد میکنه شما دیگه، بیشتر از این که دیگه خوب نیست. اون نکته‌ای که یعنی برزم این بود، با توجه به سابقه نسبتاً بدی که الان هست، به این معنا که مثلا آقا گفتم که سال 79 هم دروس رو گفت، یه اتفاقاتی افتاده ولی راضی کننده نیست. همچنان ما طولانی مدت تحصیلمون در مورد تبلیغ همین 22 ماه شد فکر کنم، 22 ماه قبل آقا صحبت کرد تبلیغ اولویت اول حوزه بشه. هنوز خب اتفاق محسوسی نیفتاده. میدونیم یه کارهایی شده، مخصوصا مثل دبیرخانه آقای مشکانی و دوستانشون خیلی پرکار دارن زحمت میکشن، ولی این در حد یک فعلا یک کار دانش بنیان فاصله زیاد داریم. این احساس در حوزه هست به نظر میاد بین خیلی از طلبه ها که بازم اتفاقی نمیافته. این رو اول بگید شما همچین حسی دارید یا نه؟ دوم اینکه خب راه داره این قضیه، یعنی حوزه موجود خیلی سنگینیه، سخت تکون میخوره، واقعا همینه یا نه اگر دقت بشه، مطالبه بشه، کار بشه روش، این بار میتونه اتفاق متفاوتی بیفته؟ بنده نکاتی عرض کردم که اگر که ما نگاه به بدنی عمومی روحانیت داشته باشیم که مخاطب این سند باشن، فرهنگسازی و بحث گفتمانسازی مطرح مطابق، من فکر میکنم اونجا یک ترجمه نیاز داریم. یعنی این باید یه جاهایش خود تفصیل داده بشه برای روحانیت و روش بحث بشه یا تحریک بشه بدنی روحانیت. اگر ناظر سازمان باشه، عرض کردم که یه نگرانی بزرگ همینه که همین گزاره ها به مثابه راهبرد به کار گرفته میشن، به قول حسن زاده ساختار ساخته میشه براش. یعنی که همین نکته‌ای که الان فرمودید خیلی طولانی میشه. خب این نگرانی ها وجود داره. چی کار میشه کرد؟ ما مدیر عملیاتی میخوایم. ما توی حوزه و ساختارهای حوزوی یا فرهنگی گاهی من میبینم ما با یک تراکم عقل نظری مواجهیم. حالا نمیدونم چیزی شبیه این. بسیار آدمای خوشفکری هستن، منتها فکرشون در حد اینه که به اصطلاح میشینن و پردازش‌های انتزاعی میکنن روی یک مسئله‌ای. و فرض بفرمایید سازمان تبلیغی اخیراً یک نشستی داشت در رابطه با اینکه میخواست برنامه‌ریزی بکنه که مدیران استانیش رو یا مدیران مثلا میدانیش رو، راهبران تبلیغی و فرهنگیش رو آموزش بده. چی آموزش بده بهشون؟ میگفت ما یک فناوری طراحی کردیم که با این فناوری میشه اون تبلیغ مؤثر یا حالا اون بلاغ مبین و حالا اون عرض کنم خدمتون که رسالت تبلیغی که به عهده طلاب هست رو خیلی خوب انجام داد و اونا هم دوره برن، اون مدیرا برن دوره به راهبرای دیگه یاد بدن، اونا دوره راهبران برن دوره به یه سری مردم یاد بدن، بعد اونا برن اجرا بکنن. یعنی در واقع سازمان داره اینو ما میگه، اون سازمان یا نهاد تبلیغی داره اینو ما میگه که من یه چیزی رو بلدم ولی خودم نمیتونم اجراش بکنم، یعنی شاید هم اصلا نمیشه اجراش کرد، ولی اینو به تو یاد میدم، تو برو اجراش کن. یعنی ما فکر هی تولید میکنیم، فکری که نمیدونیم واقعا عملیاتی میشه یا نه. حالا عرضم اینجا بود که ما در رابطه با اینجور اسناد آدمای خوشفکر خیلی داریم، میشینیم طراحی میکنیم ابعاد مختلف، اسنادی رو مینویسیم، اما اینکه توی میدان مدیری داشته باشیم که همین الان فرض بفرمایید که مثل شهید صیاد شیرازی که میگفتن که وقتی که از دیدار با آقا برمیگشت تو دیدار با آقا یادداشت میکرد بیانات ایشون رو که مثلا با فرماندهان بودن اینها، بعد بهشون میگفتن که چرا یادداشت میکنی؟ خب ما این رو تایپ میکنیم بعدا خدمتتون میدیم. گفت نه تا اون موقع دیر میشه، من الان که برم از جلسه بیرون توی ماشین اینا دستورالعمل میکنم میفرستم برای زیر دستام، نباید دیر بشه اصلا. ما الان مدیر عملیاتی اینطوری میخوایم که اینا رو سریع دستورالعمل کنه.
یعنی دیگه نریم توی اون فضاهای طولانی یا و از اون طرف هم مدیریه که واقعا فهم میکنه فضا رو و ساختارساز نیست، بلکه بعضی از اینا رو به مثابه فرهنگ میبینه نه ساختار. یعنی میگه که آها این اگر بخواد محقق بشه این باید فرهنگ سازمانی من تغییر کنه، باید فرهنگ روحانیت تغییر کنه. برای تغییر فرهنگ برنامه میخوام، برنامه رو ابلاغ کنم به همین بخشا که اونا جوری عمل بکنن که این فرهنگ محقق بشه. بعضی از اینا واقعا ساختار نمیخواد، فقط فرهنگ. حضرت آقا 2 تا ویژگی میفرماید که تایید فرمایش آقای دکتره. یکی میفرماید که کسی که میخواد این تغییرات انجام بده یک دیده باز داشته باشه و دست توانا. یعنی این دست توانا همون چیزیه که اون نیروی عملیاتی که بتونه بیاد و واقعا این کار رو در بیاره. و الا سالهاست داره همین حرفا و به شکل شعاری باش رفتار میشه، تعارفی باش رفتار میشه و این تعارف ها رو واقعا باید کنار گذاشت. به خصوص دیگه حجت تمامه، حجت با این بیانیه امروز بر همه تمامه، از مسئول گرفته تا اساتید و بدنه و همه ما با، چون دیگه سند روشنی جلوی روی ما هستش، نمیشه تعویلش کرد، چون حتی مفاهیم و عبارت ها اونقدره داره گویا هستش، با مثال ها داره بیان میکنه اینکه پیش روی ما چی قرار داره. حتی اون جاهایی که نگاه های تکبودی و تنگ نظری ها و گاهن نگاه هایی که وجود داشت، یه زمانی ما حتی کسایی داشتیم که این نظامات رو مطرح میکردن ولی بر پایه فقه. آقا تو این بیانیه توسعه دادن، تولید نظامات اجتماعی، فقه و فلسفه و بعد اخلاق و ارزش ها، داره یه توسعه‌ای داره اتفاق میفته. یعنی اون نگاه ها و تکبود نگری ها داره اینجا در یک چارچوب نظری دقیق داره اینجا تبیین میشه، مسیر داره نشون داده میشه، نقاط قوت خود ما رو به ما نشون میده. آقا این نقاط قوت استش، همینا رو به کار بگیرید، همینا رو فعال کنید. فرصت ها نشون داده شده، فرصت دانشگاه فرصت، باهاش همکاری کن. مردم فرصتن، با مردم نظام فرصت. این فرصت ها، تهدیدها هم گفته میشه، تهدیدها دشمن هستش، اونایی که دارن بدبینی ایجاد میکنن. مقابل این تهدیدها شما باید در صف مقدم و مقابل این دشمن قرار بگیرید. بعد مشکلات دیگه همینجا با همین یه مدیری که واقعا حرکت میکنند. مسئله اینه که یه مدیر میخواد، یه مجموعه اولا میخواد بگید که مدیریت حوزه تقسیم مسئولیت داره این جریان. مدیران میانی مثلا منظورتونه تقسیم مسئولیت کرده این بیانیه. یعنی برای هر کسی اون جایی که وقتی به بلاغ مبین میرسه حضرت آقا، اونجا مثلا میگه یه دستگاهی نیاز داره که یه نیروی مهذبی که توانمندی هایی که مسئله های روز رو بشناسه، مسئله های فکری جامعه رو بشناسه، اونا رو بیاد تربیت کنه. حالا اون دستگاه نمیدونیم اسمش الان کانون‌های عظیم حوزویه یا هر چی هستش، یه دستگاهی باید باشه این اتفاق رو رقم بزنه. یعنی یه نگاه سیاستی، سیاستگزارانی در سیاستگزاران وجود داشته باشه که یه چنین دستگاه عظیمی اون نظام تربیتی حوزه رو بازسازی کنن. نظام تربیتی حوزه علم برای علم بود تا دیروز. بعد این بیانیه باید علم برای حل مسئله های اجتماعی باید باشه، علم برای اینکه یه طلبه مهذبی بره و وارد عرض به حضور بلاغ مبین بشه. ما یه چنین الان آیا این حوزه ما یه چنین نیرویی داره تربیت میکنه؟ آقا میفرمایید نه، دستگاهش باید ایجاد بشه که محتواش هم تولید بشه، مسئله ها رو هم رصد کنه. واقعا مسئله های جدید چی هستن اینا؟ یعنی داره هم اون سیاستگزار رو به خط میکنه، هم طلبه رو به خط میکنه. حالا ایشون راهبرد دقیقی که میده مطالبه است، ولی مطالبه به نظر من یه مقداری بیشتر از مطالبه، هم صرف هم مطالبه خود شورش اجتماعی ایجاد کنه. آره یه مقداری، آره نه اینکه بیشتر از مطالبه به این معنا که خودشون حرکت کنن. این یه قیام های جمعی که الان تکلیف روشنه، یه جاهایی
وقتی این اتفاق میفته که ما اونجایی که مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلامی در باب نظامات وقتی داره مطرح میشه، حضرت آقا میفرمایید که ما حوزه یه جایی هستش که اون اندوخته دانشی خودش الان موجوده، همینم میتونه به ما کمک ما بیاد. خب ما الان نقشه راه داریم، همه چیز داریم و لازم هم نیست. این خطابم به قول آقای دکتر که خطابش به سازمان نیست، به نهاد حوزه است، به نهاد حوزه است. ما هم قرار نیست که شورش هایی به قول شما اتفاق بیفته، نه. خود وقتی تعبیر به نظر من دقیق و بسیار مبارکی که حضرت آقا فرمود مجاهد فرهنگی، این تعبیر تکلیف همه رو روشن میکنه. مجاهد فرهنگی منتظر نمیشه که براش نمیدونم ساختار درست کنم، مجاهدت میکنه، حرکت میکنه با این نقشه راه، البته با همون پشتوانه، با همین مجاهد فرهنگی. به نظر من کلیدواژه بسیار راهبردی برای هر یک از طلبه ها که با این نقشه راه تهدیدها رو ببینه، مسئله ها رو بشناسه، اما اینا رو بر اساس یک الگوی منظمی دیگه. ما دنبال اون هنجار شکنی مبتنی بر ساختار حوزه نیستیم که. ساختار حوزه هم واقعا نیت سیاستگزاران و مدیر حوزه به خصوص حضرت آیت الله اعرافی که نیتش اینه که بتونه یه حرکتی رو رقم بزنه. حالا این میتونه با ارائه راهکارها، پیشنهادها و عرض به حضور ایده های نوآورانه در این زمینه به نظر میتونه این مسیر انشالله مهیا بشه. جمله نسبتاً در مقابل نکته شما عرض کنم، دو تا تجربه. ما یه صحبتی از آیت الله اعرافی داشتیم، ایشون گفت که من در مورد تعیین معیشت طلاب 5 سال دارم کار میکنم تو این حوزه، بالاخره تونستم به یه جایی برسم. حتی الانم یه جاهایی باز عدم نارضایتی هست، واقعا معیشت در سختی هستن طلبا، ولی بخش اساتیدی جایی خب بهتر شد، یه مختصر بهتر شد. حالا ایشون اونجا چی میگه؟ میگه من اگر جای دیگه بودم اینو من 3 ماه تموم میکردم، من چون در حوزه این کار دارم میکنم 5 سال طول کشیده. بعد قنبریان هم یه مصاحبه باشون داشتیم، ایشون گفت بدترین بوروکراسی در حوزه است. یعنی حوزه نه تنها بوروکراتیزه شده، بلکه بوروکراسی حوزوی جزو بدترین بوروکراسی هاست. یعنی میخوام بگم شاید مدیرها که قطعا اشخاص مهمه و کاملا موافقم، اصلا نسلی از مدیران باید تغییر کنن. در جابجایی‌های اخیر هم راضی نکرد ما رو انتصابات، انگار یه حلقه بسته بود، فقط جابجا شدن، چهره جدید 1-2 تا بیشتر نداشتیم. ما دوست داریم چهره‌های جدید در دوره سوم مدیریت آقای اعرافی بیان، یه نفس تازه‌ای، حالا اونجا هم که فقهای تازه نفس، مدیران تازه نفس بیان. یعنی میخوام بگم این اصلا این مدلی که الان اداره حوزه مرسوم شده، این نمیدونم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، سیستم، سبک مدیریتی، فضای کلی حوزه، یه نوع محافظه کاری رایجی که آدم احساس به نظر میاد اینها هم نمیذارن کار جلو بره و شاید اگر این حل نشه باز هم بعد 5 سال 2 سال میشینیم و میگیم این پیام آقا هم مثلا نشد که. اون وقت باید شما وقتی که چنین مانعی رو اونجا میبینید، حالا هرچند احتمالاً اولین نکته به ذهن ما میرسه که اینکه شما میفرمایید بگیم که پس باید ساختار تغییر کنه، ساختار حوزه، به نظر میرسه که دیگه باید برید به سمت اون حرکت عمومی اجتماعیش، یعنی حالا بحث مطالبه گری و اینکه وقتی فرهنگ نهاد روحانیت تغییر کرد، وقتی که این نیازی که باید باشه در حوزه و به اصطلاح مطالبه بشه از سازمان حوزه علمیه، این نیاز بهش وقوف پیدا کردن و واقف شدن که بله این باید چنین چیزی باشه. فرض بفرمایید که باید شما برای ما استاد روش تولید محتوا برای اینستاگرام مثلا بیارید، فرض بفرمایید استاد مثلا روش اقناع مثلا در گفتگوها با دانشجوها مثلا باید برای ما این دوره اینجوری بذارید. این نیاز اون طرف مطالبه میکنن، کم کم ممکن از مؤسسات تخصصی شروع بشه و کل حوزه رو میگیره. مجبورید از اون برای حرکتی رو عملا شروع بکنید که یعنی کف حوزه یعنی عرض میکنم اگه میبینید اونجا چنین مانع بزرگی هست که من فکر میکنم که اینطور نیست. اگه ما چند تا مدیر جهادی داشته باشیم تکون میدن ساختار رو، نمیذارن که به اون شکل باقی بمونه. ولی خب اگر که احیانا کسی ناامید باشه، خب اون مسیر اون طرف بسته نیست. ناامید منظور ما، خواستم بگم یعنی
دیگه آقای عرافی که مدیر حوزه هست میگه من جای دیگه بودم این 3 ماهه تموم میکردم. این خیلی حرف توشه دیگه. یعنی مانع زیاد داریم، دنگ و فنگ داریم، بوروکراسی داریم، نمیدونم نظرات حالا بیرونی زیاد داریم دیگه. مسئله دیگه یه بحث دیگه هم که حالا ربط داره به این بحث شما عرض بکنم که توی این پیام هست برای من جالب بود. یه جایی که حالا آقا میفرمایند که حوزه پرورشگاه علم، عالم، دین و دین هست. عرض کنم که این به جای خود. یه جای دیگه هم آقا دارن میگن که حوزه 3 نوع نیرو باید تربیت کنه توی این پیام. بله. یکی همون نیرو برای بلاغ مبین هست، یکی نیرو برای مدیریت خود حوزه است، برای تحول خود حوزه که است میگه بعداً بماند جای خودش. یکی هم نیرو برای توی نظام‌های اداری کشور. این 3 تا رو باید تربیت بکنه. این بخش ما میتونیم اینجور بهش نگاه بکنیم که پس از الان میشه که برنامه‌ریزی‌هایی کرد برای آینده حوزه که اون تغییری که می‌خوایم رو 10 سال دیگه ببینیم. الان شاید مثلا نشدید ولی 10 سال دیگه ببینیم. و این البته خب قطعاً اقتضاعاتی داره دیگه. یعنی که حالا به حال اون سیستم جذب مدیران توی حوزه هم قطعاً باید تغییراتی بکنه ولی شدنیه. حالا مثلا این مثال بزنم که دانشگاه معارف که خب حضرت عالی تشریف دارید، خب ما تشریف بردید از اونجا. بله عرض کنم که خب اون رشته مدیریت فرهنگی که راه اندازی کرد هدف اولیه‌اش این بود، سال فکر کنم 92 راه اندازی کرده بود رشته رو سطح ارشد. هدفش این بود که مدیرانی برای نهاد رهبری تربیت کنه. اولین دوره‌هایی که به اصطلاح فارغ التحصیل شدن و خروجی اونجا بود، وقتی که فارغ التحصیل شدن دیدن که اصلا جایگاهی خالی نیست برای اینها. یعنی اون کسانی قبلا رفتن اونجا مثلا مگر مدرسین ارشد و دکتری که تربیت کردن جایی بود برن که خب به بنبست خوردن، اما شکست نخورد این کار. بعد از چند سال من همین اخیراً مدیر گروه سابق مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف رو دیدم، صحبت شد، گفتش که ما چند ساله که الحمدلله موفق شدیم که بچه‌های خوبمون رو، خروجی‌ها رو واقعا مستقر کنیم توی نهاد رهبری و این اتفاق داره میفته. یعنی بعد از چند سال یک نهاد، یک مجموعه، یک دانشگاهی اومده که برای یک ساختاری نیرو تربیت کنه. اوایلش هم موفق نشده ولی کم کم این اتفاق رقم میخوره، چون بالاخره اینا بازنشسته میشن یا بالاخره حالا زورشون به یکیشون میرسه و کم کم اتفاق میفته. این حرکت هم اگر رقم بخوره، حالا مگر حضرت ملک الموت به داد ما برسن اینجوری میفرمایند اون صف اول خالی بشه مثلا عربی‌ها کم کم بیان. بله خب اینم یه نگاهه، حالا هرچند بعیده، یعنی قطعا هم مدیران الان و هم مدیران آینده مخاطب این پیامن، ولی خب چه بسا بالاخره حالا این پیام مثلا مال 50 سال دیگه مثلا یه وقت بتونه کار بکنه. حالا عرض کردم که اون نکته ساختار باز تو این پیام انگار یه جورایی حتی همین هم داره پیش بینی میشه که این خروجی‌های مورد انتظار حوزه است که باید این کار رو انجام بده. حالا اون علم و عالم و دین و دین هم اونم قابل گفتگوه که اون واقعا چه دقتی توش وجود داره. اونم خودش خیلی جذابه. فکر میکنم که ربط هم پیدا میکنه دوباره به همون 5 تا عنصری که آقا میگن اینا عناصر سازنده حوزه است که تعریف حوزه رو میان مطرح میکنن. 5 تا عنصر رو که میگن عملا 5 تا عنصر ارجاع داره به همین محل یا مرکز پرورش علم، عالم، دین، دین که حالا عرض میکنم اون مثلا قابل تأمله و روش فکر بشه. اینکه خیلی این بحث شد که اون مقایسه میکردن این پیام حضرت آقا رو با منشور حضرت امام رحمت الله علیه که اونجا امام خیلی صریح اللهجه گفتگو میکنه و تخاطب هایی که قرار میده اون متحجرین رو، خشک مغزها رو، مارهای خشکت و خال، اون جریان های داخلی و اونجا اون نگاه انتقادی خیلی تیزه در منشور روحانیت. ما مقایسه میکنیم حضرت آقا شارح اون تفکر امام و بحث دهنده و پیاده کننده اون در این نظام فعلی و ادامه دهنده و پرچمدار هستش. وقتی دقت میکنیم حضرت آقا واقعا با تعابیر بسیار دقیقی همون رو داره شرح میده. یعنی ما اون عبارات منشور رو اینجا میبینیم، اونجایی که ورود پیدا میکنه به مثلا به قدسیت دین، این شبهه‌ای که مطرح میکنن که آقا از وقتی حوزه نمیدونم با
دین سیاسی شده، حوزه سیاسی شده، مردم این شبهه‌ای که رواج پیدا کرده حضرت آقا به این جواب میده. قداست دین از قضا ایشون میفرماید که در اون میدانهای جهاد فکری و سیاسی و نظامی بروز میکند و با فداکاری و جهاد حاملان معارف دین و نثار خون پاک آنان تثبیت می شود. قدسیت دین را در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باید دید که در هنگام ورود به یثرب اولین اقدامش تشکیل حکومت و تنظیم نیروی نظامی. امروز ما مواجه هستیم با پدیده هایی که اعلام بی‌نیازی میکنند از حوزه، که در حالی که حضرت آقا تو این بیانیه یک ضرورت بنیادینی اولا برای خود این حکومت و برای آینده این حکومت که اونجا ضرورت این که ورود کنه حوزه به بخش‌های مختلف، چه در بحث فقهش، چه در بحث اون فقه نسبت مردم با دولت با دولت‌های دیگر، و اونجا ورود داره که اون ورود حوزه در این بخش‌های سیاسی، ورود حوزه در اون نسبتش با مردم، وقتی اینها رو مطرح میکنه بسیاری از شبهه‌ها که تعابیر امروزه به شکل تحویل گرایانه و فروکاش گرایانه نسبت به دین و معنویت داره مطرح میشه، دینداری های فردی، معنویت های فردی، و اینجا ما مواجه هستیم حضرت آقا این شبهه بنیادینی که امروزه خیلی داره مطرح میشه داره پاسخ میده و حوزه فعلی رو هم نسبت به این مسئله داره مسئول میدونه که نسبت به هم دولتت وایسا، قدسیتت اصلا قدسیت در دین در اینه و حوزه اصلا ضمانت کننده این قدسیته، حوزه ضمانت میکنه این قدسیت رو، و اینی که حوزه با مردم هم لزومی نداره. امروزه خیلی از این جریان‌های دینداری‌های فردی که داره اون عرفی گرایی و قدسی‌های شخصی و معنویت‌های شخصی رو داره ترویج میکنه، به نظر من حوزه باید واقعاً یه افق‌هایی که در این بیانیه ترسیم شده باید برای خودش از همین الان گروه‌های مختلفی که در فضاهای کلامی، اخلاقی، تبلیغی دارن فعالیت میکنن واقعا این رو به عنوان سند پیشروشون و بسیاری از این عرصه هایی که متاسفانه خالی شده بود از حضور حوزه باید این رو با پشتوانه همین دوباره مجاهده کنن، یعنی دیگه حرکت آرام و اون خزنده دیگه نمیشه، این مجاهدت نیاز به یک حرکت پرتوان و پرزور و پرشتاب هستش. بله این شتابه به نظر من دیگه ما نمیتونیم منتظر باشیم که آقا بیان شارحانی بر این شرح بنویسند و حرکت‌های نظری بنیادین، دیگه برگردیم به اون نکته دقیق آقای دکتر که اینجا باید دیگه از همین الان شروع کرد، یعنی هر کسی به قدری که این پیام به گوشش رسیده اون قیام للهش رو شروع کنه و مجاهده فرهنگیش رو انشالله در اون سنگر علمی و تهذیبی و تبلیغی خودش داشته باشه انشالله. آقا که نکته یعنی میفهمد جمع‌بندی حرفشون میفرمایید که این پیام رو به مثابه یک تکلیف هم برای طلاب هم برای سازمان این رو جا بندازیم که یه تکلیفه، برو بخون مثل رساله عملی است، برو ببین که چی میفهمی، هر چی که میفهمی برو از تکلیفت فهمیدی برو عمل کن، چون دیگه تکلیفیه که مثلا مجاهدت اصلا فرهنگی یا چیزیه که شما الان باید دیگه بری اجرا کنی، دیگه تکلیفته. 6 ماه بعد بگو بله اون امکانات نداری به اندازه اون اقداماتی که عاجله و میتونه مدیریت حوزه در یک هفته انجام بده انجام باید بده، نباید منتظر باشه. اقدامات میان مدت رو برنامه‌ریزیش شروع کنه، اقدامات بلند مدت رو برنامه‌اش از همین الان بریزه و اینها رو گزارش هم بده. واقعا ما آره از امروز شاید فردا پس فردا احتمالاً بیانیه‌هایی در لبیک گویی شفاهی خواهد شد دیگه، طبیعتاً این وظیفه کوچک هر یک از ماست که بله لبیک گویی می‌کنیم، اما لبیک گویی باید عملی باشه. عملیش هم یعنی از همین دسته‌بندی کنند. من دیشب در پیامی از آقای دکتر احمد حسین شریفی دیدم که مثلا ایشون تاکید می‌کردند که اون اقداماتی که میشه یه هفته‌ای انجام داد، چون بعضی از اقدامات عاجله
نسبت به مدارک حوزوی. خب این اقدام که نمیخواد دیگه آقا شما بیاید طراحی کنید، یه اقدام عاجل 1-2 هفته‌ای بشینید واقعا تکلیف این قضیه رو روشن کنید، دلها امیدوار بشه. با یک گام اول، با یک اقدام عاجل درست حسابی دلها امیدوار بشه. بله آقا داره یه حرکتی میشه بعد این بیانیه. ما در این سده جدیدی که پیش رو داریم انشالله این افقهایی که این قله نوآوری تمدنی رو بهش میرسیم. خیلی از طلبه ها الان این زمزمه هایی که هستش در مورد ریزش و کاشپذیری، خیلی از اینا حل میشه. لازم نیست دیگه برای اونها شما خودمون مشارکت داشتیم در تدوین اسناد راهبردیش. با این اقدام عملیاتی عاجل دسته‌بندی کنند برای خودشون، ببینن کدوم عملیاتی زوده انجام بدن و انشالله به این نتیجه برسیم. متعرض این بحث ریزش و یا مثلا نه کمیونی اصلا نشده. احتمالاً خروجی و نتیجه اون حضور حوزه در مردم و حل مسائل مردم میتونه حل کنه. این آقا به مثابه فلسفه وجودی میگید که شما فرمودید، من یادم اومد که خیلی جالب بود که آقا میگن که این فلسفه وجودی حوزه است که به اصطلاح برای مسائل نظام و جامعه یا مردم و جامعه چنین چیزی به اصطلاح حرکت بکنه و قیام علمی داشته باشه. این چیزی میگن، حالا من یادداشت کردم عنوانش رو دقیقاً خاطرم نیست، ولی میگن این فلسفه وجودی حوزه است. علم برای علم نیست فلسفهش دیگه. و اگر که یک سازمانی فرض بفرمایید که یک سازمانی ما تشکیل دادیم که اون سازمان بیاد مثلا آب برسونه به ما مثلا توی لیوان آب بریزه، اگر که یه روزی ما مستغنی بشیم از این کاری که این انجام میده، عملاً اون سازمان دیگه حذفه. اون دیگه اگرم هست یک مرده متحرکه. و اگر که ما ازش خواستیم که عوض کنه مأموریتش رو، بگیم که نه ما اصلا اینو دیگه نمیخوایم، آب نمیخوایم، آب بیاری نمیخوریم، فقط شربت میخوایم، باز اگه اون هنوز آب بیاره باز اون یک مرده متحرکه. یعنی اینجا آقا دارن تاکید میکنن که حواستون باشه که این فلسفه وجودی شماست و اگر اینطور بودید و بین مردم بودید، این ویژگی‌ها رو داشتید، اون خودش درست میشه، ورودی‌ها درست میشه. خیلی از مسائل‌ها این شکلیه، خیلی از مسائل‌ها ما الان مسائل‌ها رو لیست کنیم در حوزه، یه مسئله بنیادیش انقطاع از همین مردم هست. اگه این حل بشه خیلی از این مشکلات یعنی معلولند، اینها علت نیستن، معلول یه علت بنیادی میان که حضرت آقا اینجا مطرح کردن، راه حل هم بهش دادن. در پایان یه مروری بکنیم بر این پیام حضرت آقا. حضرت آقا فقط در رابطه با تاریخ گذشته صحبت نمی‌کنه، بلکه نقشه راهی رو برای آینده ترسیم میکنه. نه آینده کوتاه مدت و حتی آینده‌ای که میخواد به قله بزرگ تمدن اسلامی برسه و زمینه سازی برای این و درخواستی که دارن که ما به سمت تمدنی حرکت کنیم، به سمت تأمین نیازهای جامعه حرکت بکنیم و این یعنی گرا دادن برای تنظیم برنامه‌های حوزه با افق تمدنی که داریم به سمتش حرکت میکنیم. من باید امیدوارانه نکته‌ای رو عرض بکنم. طلاب جوان، اساتید جوان ما که در حوزه شاهدشون هستیم، مدیران جوان حوزه‌های علمیه و مدارس علمیه، به نظر من نمیذارن که چنین پیامی روی زمین بمونه. حتی اگر ساختار هم هنوز آماده نباشه برای چنین همراهی، تا بخواد آماده بشه، اینها حرکت رو شروع خواهند کرد. از همین امروز که صبح اول بعد از پیام حضرت امام ما برای حوزه علمیه هست و پیام 100 سالگی حوزه علمیه، انشاءالله حرکت آغاز شده و همین جلسه ما که امروز دور هم نشستیم هنوز 24 ساعت نشده، این حرکت رو داریم با همدیگه مرور میکنیم، داریم تنظیم میکنیم، صحبت میکنیم، حواشیش رو بحث میکنیم. این حرکت ها آغازگر این هست که و بشارت دهنده این هست که امید خیلی زیادی داریم که این پیام روی زمین بنشینه و پیاده سازی بشه. انشالله این جلسه بعدی ما یه جلسه گزارش عملکرد خودمون و عملکرد حوزه علمیه در راستای این پیام آقا باشه. احسنت. افتخار بکنیم. احسنت. انشالله همینطور خواهد شد. انشالله. خیلی ممنون. آقا استفاده کردیم. خیلی متشکرم از شما. تشکر.